امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 36 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم سرود برف‌بازی رو با هم دیگه کار بکنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. آفرین به شما که تا اینجا پیش اومدید. 36 تا درس رو با هم دیگه کار کردیم و خب خیلی خوب اومدیم جلو با هم دیگه. ممنون که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب میکنید، این پست رو لایک میکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت میکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک میذارید. مرسی که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 36 سرود برف‌بازی اول از همه مترش 4/4، یعنی در هر میزان معادل 4 تا نوت سیاه وجود داره و در هر ضرب ما یه نوت سیاه میزنیم، پس 4 ضرب در هر میزان داریم. شمارهشون دورش 4 تایی میشه، یعنی شما 1 2 3 4 و چون نوت چنگ داریم و اضافه میشه، چون نوت دولا چنگ داریم او اضافه میشه. پس شمارهشون به صورت 1 و 2 و 3 و 4 و میشه. خیلی قطعه ساده ای هست و خب خیلی راحت به نظرم میتونید تمرینش کنید و یادش بگیرید. خیلی فضای ماژوری داره چون در واقع توی گام سی بمول ماژور هم نوشته شده، یکم فضای ایرانی نداره. حالا میزنیمش متوجه میشید. این قطعه رو هم بهتره دو میزان کار کنیم، یعنی جمله بندیش رو به صورت دو میزانی انجام بدیم. نوتاشو میخونیم. دو میزان اول نوتامون هست فا ره، فا فا ره. میزان دوم فا می ره می دو. دقت کنید که خیلی کم پیش میاد که جمله ها با دست چپ شروع بشه، ولی اینجا با دست چپ شروع شده. حواستون باشه اشتباه نکنید. پس دست چپ باید رو فا پشت خرک باشه، دست راست روی ره باشه. میزنیم فا ره، فا فا ره، فا می ره می دو. این دو تا راستی که بالا میفته توجه بکنید. با شمارش 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و دو میزان بعد، یعنی دو میزان آخر خط اول نوتامون هست سی دو ره، ره می فا، فا سی سی فا سی سی فا. اجراش میکنیم. سی دو ره، ره می فا، فا سی سی فا سی سی فا. میشماریم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و پس کل خط اول به این شکل در میاد 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و خیلی ساده. میریم سراغ خط دوم. خط دوم شروعش عین خط اوله، یعنی با همون حالت فا ره، فا فا ره همونطور شروع میشه، ولی میزان دومش عوض میشه. می ره می فا سل سو 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 سل. پس میزنیم فا ره، فا فا ره، می ره می فا سل سو 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 سل. میشماریمش. میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و بله. دو میزان آخر یک کمی میزان رو باید با دقت تمرین بکنید که شمارشش یه ذره نکته داره. نوتامون هست سی سی سکوت فا 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 سل. بذارید همین یه میزان رو کار بکنیم بعد وصلش میکنیم به میزان بعد. پس میزان سوم خط دوم نوتامون هست سی سی که هر دو با دست راسته و بعد فا 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 سل. خب حالا میخوایم بشماریم. شمارشش چجوری میشه؟ 1 او برای سی اول و او برای سی دوم، دو تا نوت چنگه. بعد یه سکوت چنگ داریم که 2 او میفته روی شماره 2 او. پس 2 او رو سکوت میکنیم و او میشه اون فایی که با دست چپ باید بزنیم و ضرب شماره 3 نوتمون چنگ نقطه داره، یعنی 3 او و برای نوت چنگ نقطه دار میشه. او میرسه به دولا چنگ. پس به این شکل در میاد 1 و 2 و 3 و 4 و هم که نوت سیاهه. 1 و 2 و 3 و 4 و روی ساز اینجوری میشه 1 و 2 و 3 و 4 و یه بار دیگه میزنم
یک و دو و سه و چهار و این یه ذره نکته داره. و میزان آخر که به ترتیب نوتا میان پایین، فا می ره دو سی میشه یک و دو و سه و چهار و پس دو میزان آخر میشه یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و حالا من یه دور از اول تا آخر قطعه رو براتون میزنم که متوجه بشید چه ملودی قرار داشته باشه. یک و دو و سه و چهار و 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 خیلی خوب. یه شعر هم داره این قطعه، من براتون شعرش هم میخونم که بدونید چه جوری شعر رو باید بخونیم، چون رو بعضی از نوتا شعر خونده نمیشه. مثلا از اولش که به به چه برفی نشست رو زمین، رو تک تک نوتا میخونیم. فا ره فا فا ره میشه به به چه برفی نشست رو زمین. تا اینجا همه چی عالی. بعد ادامهش هنوزم میباره بچه ها پاشین، هنوزم میباره بچه ها پاشین. میخوایم بچه ها پاشین رو بخونیم، به میفته روی فا ولی چه میفته رو دوتا سی، یعنی رو سی دوم که رو دوتا دولا چنگا یه هجا از شعر رو میخونیم. دوباره دوتا دولا چنگ بعدی هم همینطور دوتا سی که داریم روش یه هجا از شعر رو میخونیم، یعنی میشه بچه ها پاشین. من براتون اجراش میکنم خط اولو. به به چه برفی نشست رو زمین، هنوزم میباره بچه ها پاشین. خط دوم که گفتیم مثل خط اول شروع میشه، ولی باز دوباره روی قسمت دولا چنگا شعر خونده، کمتر شعر خونده میشه. گوش بدید. میگیم شعرش چیه؟ شعرش میگه خونه خیابون مونده زیر برف، یعنی کل این برف روی اون سوله خونده میشه. خونه خیابون مونده زیر برف، روی این سوله دیگه فقط برف رو میکشیم. خونه خیابون مونده زیر برف. و بعد قسمت آخر روز برفبازی بچه ها پاشین، روز برفبازی بچه ها پاشین. پس به به چه برفی نشست رو زمین، هنوزم میباره بچه ها پاشین، خونه خیابون مونده زیر برف، برفبازی بچه ها پاشین. اینم با شعر. یه دورم با مترونوم براتون اجرا میکنم که حالتش رو متوجه بشید. مترونوم رو باید بذاریم روی 4 ضربی و سرعت قطعه چقدره؟ سرعتش هم 80. پس سرعت مترونوم رو هم میذاریم رو سرعت 80 که 1 2 3 4 1 و دو و سه و چهار و امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.